بابا بیخیال. چجوری چه کار داره میکنه تو دختر؟ این دیگه ته صدای گم شده هستا و ته اون استعداد است که دیده نشده. پولش رفقا خیلی خوش اومدید ویدیو اصلا خود من مثلاش اینجا چنل مثلاش. امروز اومدیم با پارت دوم صداهای خفن بهشتی و درجه که بچهای ایران و کشورمون که فوق العاده ان و استعدادن درجه یکن و بی‌نظیرن توی دنیا و توی اینستاگرام پیداشون کردیم و اینا کسایی هستن که صداهای خفنی دارن و گم شدن. پس بدون معطلی برو بریم. از اکسپلور هم بابت این پست ممنونم. از زمانی که تو را بین خلایق دیدم مثل یک فاتح مغرور به خودم بالیدم. عشق یک بار به من گفت برو، گفتم چشم. 100 بار به من گفت کرک برای رفیقش بغلش ریخت، چه برسه به ما دیگه. رفیقش هم توقع نداشت. شاید خفن میکنه آجی، ولی دیگه بچه نیست، این بزرگه، بچه های کشور نمیشه. ولی خب بازم 100 بار به من گفت نرو، نشنیدم. پدرم هی وصیت کرد که عاشق نشوم. تو چه کردی که به گور پدرم خندیدم؟ سالها چقدر قشنگ که به دردم بخوری، آخرش رفتی و از درد به خودم پیچیدم. این داشت شروع میکرد، چرا ادامه نداشت؟ این بغلیش نگاه یهو اومد یهو تموم شد. چرا این بغلیش میخواست شروع کنه، چرا ادامهش نداشتی؟ آقا چقدر خفن خوند. آقا صدا یه طرف، تکست یه طرف، تلفیق این دوتا باز یک طرف. چیکار داره میکنه چی پشمو؟ تکست از خودش بود یا آهنگ معروف بود؟ من اینو نمیدونم، من اینو شک دارم. اگه از خودش بود که دمت گرم، اگه آهنگ معروف بود که چه آهنگ قشنگی، من نشنیدم تا حالا. و اینکه دمت گرم، خیلی صدای قشنگی داشت، واقعا لذت بردم. بریم ویدیو بعد. شما رو نمیدونم ولی به نظر من نمیدونم شما مثل من هستی یا نه، یه وایب خوبی الان از این کادر و تصویر دارم میگیرم، نمیدونم چرا یه انرژی مثبت خفنی دارم میگیرم. بریم ببینیم بشنویم. قشنگی اگه آهنگ بود میشد خوش کن ای خالق هر قصه. واه آجی شماها کجایین اینقدر خفنی؟ اینه که صداهایی دارن که خیلی از خواننده‌هایی که الان معروفن ندارن. اوکی؟ و واقعا دارم عشق میکنم توی این ویدیو. فقط بشنویم. خالق هر قصه من، این من و این تو، بر ساز دلم زخم بزن. این من و این تو، هر لحظه جداست و برام ماهی و سالی. با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی. منم عاشق ناز تو کشیدم. چقدر قشنگ صداش. همه بریدن تنها تو رو دیدن. منم عاشق انتظار کشیدن. صدای پا تو از کوچه شنیدن. تنها تو رو دیدن. آدم دلش نمیخواد تموم شه، دلش میخواد ادامه داشته باشه، بخونه و گوش کنه و لذت ببره از این صدا. چقدر خفن دیگه باید باشه یه آدم. اکت صورت، صدا، هماهنگی، چی باید بگم دیگه. واقعا دمتون گرم و شما واقعا دارین حیف میشین. واقعا تو پارتی یکم واقعا من هیچ حرفی غیر از این ندارم. تو پارتی یکم همینا رو داشتم میگم آقا حیف دارین میشین، حیف که اینجاین، حیف که تو ایرانین و حیف که دیده نمیشین. واقعا هیچ چیزی دیگه نمیشه گفت. انقدر خفنین واقعا اینجا حیف داری میشین. هیچ چیزی دیگه نمیتونم بگم. کنسرت شبانه تهران، آهنگ 6 و 8 درخواستی. یا آهنگ 6 و 8 نوستالژی بریم. گفتی میخوام رو هم نمی ستاره هاشم، تو تک سوار عاشق، من پری قصه هاشم. گفتم به جای شعر قصه های بچه گونه با هم بیار سازیم. بچه این بنده خدا که داره گیتار میزنه یه دست شبیه ایمان دست پاک بود. یه شبیه ایمان بچه کنه مثلا، مخصوصا اینجا نکنه، اینجا نکن، خیلی شبیه ایمانه. یه لحظه دیدم یاد ایمان افتادم.
اگه ویدیو ما رو ببینی ایمان از اینجا خیلی مخلصیم. ارادتمند. بریم آقا میگم عقب‌تر گوش کنیم. ببخشید خوردم ویدیو بعدی. برو. به جای شعر قصه های بچگونه با هم دیار سازیم زندگی رو عاشقونه ما دوباره پرواز ما به عشقی چقدر قشنگه صداشون. تا اوج آسمون ها جای حسرت رو قلب ما دو ثانی نمیمونی با قصه تن و تنها لا 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 لا. بابا چقدر خفنین شماها. یکی از یکی خفن‌تر، یکی از یکی باحال‌تر، یکی از یکی با استعدادتر، یکی از یکی اصلا چی باید بگی واقعا. دمتون گرم واقعا. و ترکیب صدای دو تا آقا و خانم خیلی خفن شد، رو هم دیگه نشسته بود. اصلا چیز مشتی مامانی چی میگن نمیدونم کلمش نمیاد. و واقعا دمتون گرم. مشکلم بخت بد و تلخیه. اوه شت، اصلا توقعشو نداشتم. برگام کرکوپرام اصلا توقع یک همچین صدایی و یک همچین سبک خوندنی واقعا نداشتم. اصلا از اول سبک بریم گوش کنیم. مشکلم بخت بد و تلخیه ایام نیست. شت. مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست. مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست. مشکلم شکر حاجی زیرنویس خوندی؟ برق نیست همیشه هست بابا. خدا چه الله دیگه برقا رو قطع میکنم. الان 2 روز دیگه باز هوا سرد میشه گازو قطع میکنم. برق نیست. مشکلم شکستنه طلسم تنهاییست. عاشقونه من نمیتونم اسپیس ندارم بینش. گوش کن بسا گوش کن جانم. طلسم تنهاییست. عاشقونه چقدر خفن با صداش بازی میکنه این خواننده‌های الان. چی میگم بهشون؟ مطرح میگن خواننده‌های مثلا میگم که الان دارن میخونن آلبوم میدن اینا، اون نمیدونم چی بهشون میگن، اینجوری نمیتونن صداشون بازی کنن. واقعا معرکه است. ایول عاشقونه است. یک روزی هم حل میشه یا که از بار زانوی من خم میشه. بابا بیخیال چجوری چه کار داری میکنی تو دختر؟ باورم نمیشه این یکیه که توی اینستاگرام پست کرده این ویدیو رو. مثلا این یه آهنگ مثلا میگم باید تو اسپاتیفای باشه. برگوش واقعا عجیب. نمیدونم حالا تخصص ندارم خب، ولی این که مثلا میگم توناژ صدا رو از یه حدی یهو میاری پایین و باز دوباره ببین، این مثلا این یه کار خیلی سختیه توی خوندن، اینو میدونم خب، ولی نمیدونم دقیقاً چی میگم. مثلا میگم توناژ صدا اینجاست، میای اینجا باز میری بالا، باز مثلا میای بیت فلان اینجوری. واقعا اصلا هیچ حرفی نداره. میگم یه عقب‌تر دوباره بشنویم عشق کنیم. روزی هم حل میشه یا که از بار زانوی من خم میشه. زنهار که من باد میشم میرم تو موهات. آخرش بارو. ببین من پیج اینو باید پیدا کنم آجی. من پیج اینو پیدا میکنم. اگه پیدا کردم پیجشو میذارم رو تصویر. خب دمت گرم واقعا تاپ این ویدئویی. مطمئنم بعد این رو دست نمیاد. خیلی خفن بود. درجه 1 بود واقعا. من پیج اگه پیدا کنم حتما میذارم روی ویدیو تگش میکنم. اگه نبودم شما اگه میشناسید و میدونید حتما تو کامنت برام بنویسید لطفاً و خواهشاً بنویسید. خیلی خفن بود. درجه 1 بود واقعا. ترکیب رپ و سنتی آقا. برو بریم تو کارش. حافظا بر هر دلیل میخانه را ترک نکن. فیض برند از آن سکوتت هیچ در این شهر. تو زاویش میادری باحالی آجی. هیچ در این میخانه تو از خندت حرف نزن. چون چه تحریر خوشگلی میره. گر که ببینن خندتون تا لبت خندان شد میخانه.
چه حس عجیبی داره روی بیت رپ آهنگ سنتی داره میخونه. چه حس عجیب و باحالی داره. خفن شده. میخانت ویران شد تا سکوتت لب شکست دشمن تو سیراب شد لانه کفدار خراب و خانه شیران شد در سکوت شب سرای عاشقان شروع شد بعد گنجل و قدیمی ها سر پایین تر خلاف تین گلو کردی انباری پیاده ونک میریم ستاری. خیلی خفن عوض کرد. بذار من یه بار دیگه میخوام بشنم تیکشو. گفت من دارم میام و اومد. گنجل و قدیمی ها سر پایین تر خلاف تین گلو کردی انباری پیاده ونک میریم ستاری. رد دادیم سری فرار کن. فکر کنم ماموره گیرزامون خیلی براق بودن دونه یارو که دیگه میندازه تا دیرو فهم بوده. واق نکن تک طوله یه پا جینیسه این ور ترپو میکنم BDSM چاقا کاراتو بیشی من خیلی فسه رپ فارس خواستم یه بیزینسه. یه سوال مثلا نقش بنده خدا اینجا چی بود؟ طفلی مثلا دست بچی فقط داشت اینجوری میگه وای بخوام یک نقش بهش میدادین دیگه آوردیمش تو ویدیو. ولی خفن بود. کار خفنی انجام داده بود. روی بیت رپ اومده سنتی خودم بعد یهو رفت رو رپ و صداها خفن، تکسا خفن. مشخص بود که تکس از خودشونه و دمتون گرم با این تکس نوشتنتون. انقدر شما استعداد دارین و مستعدین و درجه یکی که اینجوری میان همچین ویدیوهایی میسازین و تکس خفن مینویسید، ترکیب خفن میذارید، بیتو حالا میگردید پیدا میکنید. یقینا شما هزینه ساخت بیتو ندارین و میگردین بیتو پیدا میکنین و واقعا درجه یکی. دمتون گرم آقا، واقعا دمتون گرم و افتخار میکنم چی خفنایی تو کشورمون داریم. و ولی حیف آقا، بازم میگم حیف تو ایران شما. صدای دخترای ایران. واو برگام چقدر کم بود. داداشم حال میکردم. ببین دخترای کشورمون اینانا انقدر خفنن، انقدر با استعداد، انقدر درجه یکن که دیده نمیشن و گمنامن. یعنی همچین استعدادایی داریم مخصوصا تو دخترامون که مثلا درجه یکن. همین چند روز دختر بود، از همینجا بهتون تبریک میگم، دختر خفن کشورمون. و اینه استعداد خفن بچهای ایران مخصوصا دخترامون که واقعا دارن حیف میشن و دیده نمیشن. خیلی خفن، خیلی قشنگ. فقط اونی که رپ خوند ببینیم چیه. چه کادر خفن و قاب باحالی، برف و اوه شت. واقعا صدا خودشونه یا اینا صدا ضبط شده است؟ واقعا این صدا رو فکر نمی‌کنم. برای صبر کن. چه صدای نه چی درجه خفنی آجی. بگوشو چه صداهایی برگو. حاجی من زبونم بند اومده از این همه خفنی. چجوری میتونه انقدر صداتون درجه یک باشه؟ ببین واقعا اصلا نمیشه فکرشو کرد که اینا خواننده نیستن. حالا اینا فکر کنم یه مقدار مثلا تجربهشون بیشتر و حالا مقدار پیشرفته‌ترن، ولی بازم
دوتای آخری درجه 1 بود حاجی، پشمام چقدر خفن بود، چقدر درجه 1 بود. زبونم واقعا بند اومده، نمیتونم هیچی بگم، انقدر باحال و خفن بودن. برگم وقتی جای اشتباهی به دنیا آمدیم، از اول ویدیو دارم همینو میگم، از اول ویدیو فقط دارم میگم حیف 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 حیف. من به یاد عطر بارون زده شت گلای پونه. کی بود یا کی میخوند؟ واستا قمیشه بود فکر میکنم، نه چقدر قشنگ. بذار از اول یه بار قشنگ گوش کنیم. من به یاد عطر بارون زده گلای پونه میکشیدم پای خستم و تو جاده به هوای بوی خونه. چقدر خفن صدای خونه منو تا آخر جاده میکشونه. این سرابه توی جاده که چشمامو خفنه. میپوشونه. واقعا وقتی که جای اشتباهی بداری بیایی، بک‌گراند رو خدا وکیل لازم نگاه کن. از این حالت مغازه فکر میکنم مثلا ریموت و دزدگیر و اینجاست. این استعداد، این صدای خفن، این اصلا همه چی بگم، هنرمند واقعا باید همچین جایی باشه، یعنی باید تو استودیو باشه، باید استعدادش کشف شه، باید چه میدونم شناخته بشه، باید دیده بشه، نه که توی حالا محل کارش هر چیزی که هست با یک گیتار بشینه بخونه. این نگاه کن، این دیگه ته صدای گم شده هستا که توی محل کارشه، توی دزدگیر، حالا چی میگم، سیستم دزدگیر هر چی که هست، یه همچین جایی، یه همچین ویدئویی ازش اومده بیرون. این دیگه ته اون صدا گم شده هست و ته اون استعداد است که دیده نشده. خب رفقا دمتون گرم که همراه ما بودین. قربون نگاه خفنتون، خیلی خفنین. لایک کامنت سابسکرایب راتون نشه. سابسکرایب زنگوله فعال کن، بذاری آل تو یوتیوب خبرش اول فرش ویدیو رو ببینی. نظرتون رو حتما توی کامنت برام بنویسید. نظرتون خیلی برام مهمه، همشو میخونم، لایک میکنم و جواب میدم. و این ویدیویی که دیدید هم خیلی هرس خوردیم از اینکه انقدر صدای خفن داریم که دیده نمیشن و خیلی لذت بردیم که این صدای خفن رو شنیدید. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. بازم میگم لایک کامنت سابسکرایب نشه. سابسکرایب زنگوله فعال کن، بذاری آل یوتیوب خبرش اول فرش میبینی. قربون نگاه خبرتون خیلی باحالین. قرار مونیاتون نشه، حدوداً 6 ماه الی 7 ماه دیگه بیشتر وقت نداریم تا مانیتایز بشیم و به تارگت اولمون و هدف اولمون که اینجا هم نوشتیم آقا برسیم. پس حمایت کنید. قربون نگاه خبرتون تا یک ویدیو دیگه. فعلا.